چند مشوره برایتان داریم. در تمام زندگی تا که زنده باشید برای خود هم میگیم، برای همه کسای دیگه هم میگیم، برای شما جوانان میگیم که همین سه چیز باید امرای ما و شما لازم باشه. یکی ایمان، یکی اعمال صالحه، سوم اخلاق پیغمبری. این چیز برای هر بنده مسلمان لازمی و ضروری هستند. این قسم ایمان اعتبار نداره که یک روز مسلمان دیگر روز ایمان از دست داده و ایمان باید محکم باشه. خداوند متعال فرمودند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ای داوموا علی الایمان. دوام بر ایمان ضرور است. این قسم ایمان اعتبار نداره که چیزی اندک از دست میره، بلکه مثل که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به یک صحابی گفتن که لا تشرک بالله و این قتلت و حرقت. به خداوند متعال شریک نگیری، اگر چه قتل میشی، اگر چه سوخته میشی. ایمان مسلمان باید همین قسم ایمان باشه که در هیچ وقت باید ایمان از دست ندهد.